سوالی که دیگر آمده است، زنی که حامله هست تا چند ماهگی میتواند با شوهرش همخواب بشود؟ یعنی اگر مثال زن حامله دار شد، آیا یعنی وقتی دارد که مرد مقصد با او همخوابه نشده؟ در شریعت یعنی این گویم این خیل وقت یا این خیل روز جدا نشده است. اگر مقصد همون خواهش زن باشد، یگان مشکلات برای همون زن یا برای فرزند ایجاد نشود، برای مرد یا برای زن اگر خواهششون باشد اجازت هست، هیچی باکی ندارد. یعنی برای این خیلی معین نشده است که همخوابگی مثال تا 7 ماهگی باشد یا تا 8 ماهگی باشد، این خیلی معین نشده است. باز میگویم که اگر همخوابگی به خود زن یا به خود فرزند یگان مشکلات نیارد و رضاگی هر دوش باشد، هیچی باکی ندارد. همخوابه شدنشون یگان گناهی نیست. خب در روسیه بودنم با خدمت حربی بردن، در آنجا فقط به گوشت خوک خوراک میپزند و با همان کولیز خوراک ما را میبردارند. به خاطر حرام بودنش چند وقت نخوردم، سلامتیم را از دست دادم. اگر نخورم قوه خدمت را کرده نمیتونم، چیکار کنم بابا جان؟ یعنی کدام دادری ما باشد در روسیه در خدمت عسکری هست و البته روسیه یک مملکتی هست برادران عزیز که اون مملکت اسلامی نیست، یک مملکتی بگیم کفر است و در اونجا خوراک اونها بگیم همون خوک است و از همون حرام ها فرق ندارد، استعمال میکنن. برای همین شما که از بس که در ضرورت که هستین، آیت قرآن هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، الله مهربان در حالتهای وقتی اضطراری میزنین، در حالتهایی که مضطر میمانین، دیگر هیچ چاره ندارین، برای شما همون حرام ها مباح میشود. یعنی شما در خوردن او برادران عزیز گناهگار نمیشین. برای همین شما از همون حرام ها بخورین تا قوت همون خدمت و قوت مثال همون کار و بار کرده توانین، سلامتی را از دست نتین. وقتی که خدای مهربان شما در با یک حالت فراهمی و حالت خوب که آورد، در اینجا باید شما تقوا کنین و در اینجا شما باید احتیاط کنین. استاد عزیز، من میخواهم نماز خوانم ولی کتاب خواندن نمیتونم، چیکار کنم و چه نماز خوانم؟ چون که در سرم حفظ کرده هم نمیتونم. خب این سوالی که برادر ما کردن، یعنی یک نفری که شاید از حساب پیرانسالی باشد، دیگر یگان حرفی در سرش نمیستد، لیکن شما میتونید که حتی همون را اگر خوانده توانید در ورق بنویسین، در دستتون بگیرین، در همون هر یک عملی را که در مثال حالت قیام، در حالت رکوع، در حالت سجده شما از همون خوانین و همون حرکت های نماز انجام تین، انشاءالله ثواب میگیرین. از روی که شما مقصد دست بالای زانو میشیدین چیکار کنم، این راهی که من برایتون نشان دادم، از این راه کار بگیر، این بهتر است. سبب بابای حاجی فرزندم 12 سال می شود صاحب فرزند نمی شود، شما چی مصلحت میتید برای اینو؟ انشاءالله دعا کنید. گپ سری 12 و گپ سری 15 نمی رود. انشاءالله شما دعا کنید که خدای مهربان، اکو این در دست الله هست، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا. خدای مهربان میگه بچه هم دختر هم همه در دست منه، فقط شما الله را دعا کنین، الله را از الله این نعمت را بخواهید، خدای مهربان برای شما این نعمت چه عطا میکنه. برای این من فقط برای شما مصلحت میتونم که
برای این حالت مثال طلاق نکنن. صبر کنین کو ببینین، از نظر دکترها بگذرانین کو چی میگن، بعد خلاصتون برای بابا جان برادر کلانی دشتنامه‌های قبیح از دین بیرون گوید، با این خیل برادر سخن کردن جایز است یا نه؟ یعنی برادرایی که بسیار سخنهای قبیح تون میگن، برادرایی که بسیار آزار تون میتین، مقصد ولی در اینجا یک سوال دیگر هم هست، برادری که در نبودن برادرش با زن او هم خوابشیده است، به خاطر خدا از این خیل برادرها یک مدت شما فاصله بگیرین تا اصلاح شدن شما. اصلاح کشیدن انشاءالله باز شما برادریتون دوام میدید. یک زن و مرد با هم زنا میکنن و صاحب فرزند میشوند، جزایشون در دنیا و آخرت چی هست؟ آیا پیش خداوند بخشیده میشوند یا نه؟ من پیشتر درباره این زنا گپ زدم و اگر اینها به شرطی که زنا کرده باشند فرزند به دنیا آورده باشند، فرزند اینها به حساب میرود. برای زنا کردگیشون توبه کنند، خدای مهربان اینها را میبخشد، ولی حرکت کنند که مقصد از هم جدا نشوند، بلکه نکاح کنند و من بعد زندگیشون حلال کنند. انمون نکاح کردگیشون، انمون توبه کردگیشون انشاءالله از خدا امید است که این گناه کردگیشون خداوند میبخشد. ختم قرآن را در حق یک شخص مرده میبخشیم، در همین حالت ثوابش تنها به همان مرده میرود یا شخصی ختم کننده هم ثواب میگیرد؟ گوید که در خواندن قرآن چقدر ثواب میگیریم. یعنی من وقتی که قرآن میخوانم و این قرآن خواندن خودش عملی صالح است، ثواب این قرآن و ثواب این عملی صالح را وقتی که من بر روح مرده هم میبخشم، در برابر او هم باز خواهرها برادر عزیز باز من چی؟ من ثواب خواندگی من میگیرم. من در هر یک حرف قرآن، ببینید در هر یک حرف قرآن 10 ثواب است، 10 ثواب. برای همین انشاءالله من در هر حرفش خودم ثواب میگیرم. با این مقصد در حق زنده است یا مرده است اگر ببخشم، این هم با بر روح او هم میرسد. یعنی یک حرف قرآن اگر به 10 آدم که ثواب شو ببخشی، انشاءالله با زیادتی میکند، کمی نی. خب در مهاجرت نماز را طرف افتادنشین خوانیم یا با اسباب‌هایی که قبله را نشان می‌دهد با همان طرف؟ البته امروز برادرای عزیز شما در کجایی که باشین شما از همین تلفن‌ها که یعنی قبله نما دارن، شما از طریق همین تلفن‌هاتون قبله را بیابین. شما دنبال آفتاب نگردین که آفتاب در کجا میشینه. اون نشستن آفتاب یافتن قبله نیست. امروز الحمدلله خدای مهربان که این امکان آورده برای ما و شما، از این امکانیت استفاده بریم. یعنی با طریق تلفن ما قبله را میآویم و همون طرف نمازها را میخوانیم. برادران عزیز و گرامی، در اینجا انشاءالله من قسمت دیگری بگیم سوال و جواب انجام میتیم و از خدای مهربان انشاءالله دعام همین است که خداوند آنچه را که ما شنیدیم ثواب شو باز در نامه اعمال ما نویسنده گردانه و توفیق عمل کردنش نصیب ما گردانه و انشاءالله سوال های باقی مانده هم باز در روزهای نزدیک انشاءالله به سمع شما میرسانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.